اینا چیه؟ فکرشو نمی‌کنی چه چیزایی نوشتم. هیچکس جرأتشو نداره این کار رو بکنه. بریم که ببینیم اینا به کی میفته. یکیشو بردار. اینا چیه؟ بردار یکیشو. خبره یو ابوالفرد این چشه؟ بردار ببینیم باید چیکار کنیم. باز نگاهت دارم 5 دقیقه تو تراس بدون لباس گرم. بچه‌ها 5 دقیقه. بگیر جلوشو. بگیر ببینم. چی میگی؟ وایسا تو باید انجام بدی اول. خب من وقت میگیرم. نوبت شما هم میرسه. بچه‌ها صبر کنید. درو باز کن برام. از اونجایی که توی تراس الان یخ بندونه. دمپایم نپوشه. آره. سر بخوردم چی؟ نمیدونم. کلیه چپم. راسته. خب 3 روزه داره بارون میاد، یخ میزنه آدم بیرون. دما 6 درجه. دما 6 درجه است. ببین بیا گوشی تو بیا هیچی هم بزن. جز این نپوشیدم. ببینم. باید چالش 4 درجه تازه. کار کنی 6 درجه بود. برف دیگه نگاه 4 درجه استانبول. دما 4 درجه. آماده ای؟ اینجا رو نگاه کنی دمپایا رو همه رو بنداز بیرون. مثل تئاتر شهره. وای وای. وای من صبح تا حالا یعنی اصلا نرفتم تو تراس. خیلی سرده. این از صبح تا حالا میگه چقدر سرده. در موقع 5. یه اینقدر دره رو باز میکرد میبستم. برو آماده ای؟ نه نه نگفتی دیگه بدون دم. نه. من خوبی که میتونم بهت بکنم این نورا رو روشن کنم. بچه بیا پایین کن. سردمه. نه دم پایم. پای دیگه. برو. من از اول گفتم بدون دم. بیا مشتبه بیا بگیر 5 دقیقه رو. نه الان صبر کن بعداً بگی. الان شروع نکن. اوه پیدا چقدر نمی‌کنم سرده. بیا خودت داداش. بیا دیگه بیا تو. بیا توی بمونه. درو بیشتر سردش. اوه شروع شد. برو بریم برو بیرون برو بیرون. در ببند. تو روی ما نسا اینا رو بیار. در با گیت بردا. برو گدا مسکین. برو. نه بردار ازش. تو بردار. تو کامنت ها فاتی متقلب. خودمون سلطان تقلب. میبینید بچه ها اونو فرفره رو باد میادا. باد سرد. پدر سوخته. برو دور شد پنجره دیوونه. 5 دقیقه بیشتر میزنیم ما. داره یخ میزنه بچه. دلم سوخت براش. ما هم هستیم اینجا تو ویدیو. همونجا بگیر ما هم اینجاییم. منم یخ زدم. یخانی پخپخانی تو کامنت ها همه. تعلم کرد استوب بزن. استوب. اینا وای. ببین خواهد گرم شه. تعلق نگاه کردی، چقدر استوب می‌زنی. سیاست داره. استوب کردم چون تقلب کرد. اینجا رو بگیر. استوب کرد. چی شد؟ شیشه رو تمیز نکنن قد. خیلی سردشه. جای صورتت کاکا درست شد رو شیشه. زنگ بزن آمبولانس اینم از شانس ماست. خیلی سرد همش هم میبینید داره باد میاد. فرفره میبینید همش دیگه مجازات برای فاطمه است دیگه اینا. نه عزیزم. کی گفته؟ ما هم خوشحالین. بله خودم هم هستم تازه. هممون هستیم. بیا ما فاطمه بیرون که اگه من هیچ کس کمک کسی نمیکنه. توی آمبولانس که دیگه فاطمه ما کمکت کردیم تایمر رو تند بر جلو. چی کار میکنه؟ نه خیسه اشکال تایمر رو دوباره میذاریم ما. اونا خیسه. بذار یه انقدر باز کن تا صداش بیاد. تایمر رو دوباره میذاریم. تایمر رو اگه چیزی دادیم خودت. تقلب نکن. خیسه اینا. حق نداری بچه تازه اینم خیسه بارون اومده روش. برو کاشی واسه. بارون برو یه پیشنهاد دارم بچه. در ببند بچه یه پیشنهاد دارم وایسا من نگاه کن. اگه 1 دقیقه بره رو کاشیا وایسته میکنیمش 4 دقیقه. آره 1 دقیقه رو کاشی. چی؟ 1 دقیقه رو کاشیا وایسا. بسه 1 دقیقه آخر رو کاشیا وایسا. 1 دقیقه؟ آره دیگه برو دیگه بدو. این منه بالام باسم فرق نداره کجا. بیا تو دیگه خیلی بیا 1 سرده. دقیقه هم بچه بهش ارفاق کردیم 3 دقیقه نوبت 59 خودتونم میرسه. تا ویدیو بعدی خدا نه فاطمه
برو بیار مجازات ها رو. بدو کنید این کار رو. خب اول دلت از کدومشون پرتره؟ کیه بعدی؟ بفرمایید. They ask you how you are. من دستم چادر. تعارف نکن اصلا. من دست ندارم. حالا وگرنه بچه ها چیزا خوبم شاید داشته باشه برداریم. او هم داره؟ چی بود؟ چی بود؟ چرا قاطیش کردی؟ نفهمیدی کدومش بود؟ خیلی جر زنن. مامانت ماشینت هم چه چیز آخرش بود. من تو فهمیدی مشتبا؟ ماشینت آخرش بود؟ نه کدوم بود؟ این بود. این دماغت یه چیزی. وکس؟ میدونی چی؟ وکس؟ فلفل بکن تو دماغش. بیا بیا من خودم کمکت میکنم. بچه‌ها قراره من یک دقیقه برم توی بالکن. بیا برو فلفل بکن تو دماغ. برو فلفل بکن کجاش؟ تو دماغش بیا اشکال نداره. خب بشین خوبه که آقا جای دیگه فلفل نیست. تو دماغ وایسا. گفت یه دقیقه برو تو بالکن. بیا بشین سواد داری؟ بالکن فلفل بکن تو دماغ. فاطمه خوبه؟ برو فلفل سیاه بیار. براتون میارم. این چیه؟ این چیه؟ این چیه؟ این چیه؟ این شما بده گذاشتید. من. برید وسط سر بالا. وسط دستش برید. آقا سر بالا چیه؟ میخوای بکشیش مگه؟ سر بالا. 3 دقیقه 59 ثانیه تو بالکن موندی میخوام منو بکشی. میرسم تو چشمتا. نکن داداش هم حواست چی باشه. میگی نوبت تو هم میرسه. طبق کرد عادت. تو دهنش. نه این طبق عادت. بچه‌ها کرد تو دماغش کرد تو دهنش. ببینم لاینش کن داداش. داداش تو واردتری. ما هر روز لاین میکنیم. خفه شو بابا. که چیزی نیست. اینجوری کن. برو. بشین پشت رو. با اینکه داداشمی ولی جگرم یخخوانی شد. عدسه کن. سینوسو تا عدسه نکنی ولکنت نیست. تو تانجانتم هم رفت. حالا یه همگی با هم بشمارید عدسا رو. من با چیز عدسه نمی کنم. می‌کنی الان. شاید علکی نه همش رفت دیگه رفت بالا همش خوب دادم. بخورم. جدی؟ وای چشاش قرمز شد. همشو مصرف کرده که فکر کنم مصرفش بالاست. سرفه میکنه. شاید این فلفل ما خوب نیست جنسه. آب بیار خفه شد. پاشو جدی. بیا آب گلدونو بخور بیا. نه They ask you how you are. You just have to say that you're fine. محسن از دست رفت بچه. خوبی جدی؟ میخندی؟ علکی. من دوربین آوردم پایین. اینجوری نمیشه. راست میگی؟ چی شد؟ تربیت ترسیدیم فکر کنم داری خفه خیلی میشی. موزیه. این تو کامنت ها بگین محسن موزی. من با فلفل عدسه نمی کنم. تو کامنت ها بگین محسن فلفلی. ترسیدم. غیر منتظره بود واکنشش. بابا دیگه الان نیم مسقال من فلفل رفت دماغم دیگه عدسه نمی کنم. ولش کنین دیگه حالا دیگه همین که سرفه کردم. من؟ نوبت چرا من؟ مگه من چی گفتم؟ خب بیا اینجا. بیا اینجا. بیا اینجا. نیست دارچین اونجا نیست. چی شد؟ داره میمیره. ولش کن. ایشه؟ یا خودم. عدسه کرد. بالاخره عدسه کرد. از تو خواب بیدار شد. نکن اینجوری. حالا فکر کنم رفت تو. دیدی گفتم الکی اینجوری میکنه. فکر کنم میخواست عدسش بیاد یا بیوش شد. 4 تا 10 تا. بریزه چی رفتم؟ بریم بیا مجازات من رو بده. نکن. بیا مجازات بعدی باشه فاطمه اینو بخوره. بیا بردار ببینم. بیا بردار ببینم. بیا
بردار دیگه. ول کنید داداشمو، ول کنید داداش یه دونه. بابا بچه‌ها خیلی بده. بقیه‌اش خیلی بده. خیر گذشت. بیا خودم کمکت میکنم. الان چرا؟ هیچی بابا. همش صد. بابا همش فلفلی بشه. این یعنی همش بده؟ بده دیگه. آره. چرا این عدسه الان عدسش اومد؟ آب گلدون بخور. معلوم نیست گل فروشه یا گلدون تو کجاش بوده؟ میخواستی آب گلدون رو بدی من بخورم؟ کارما نکن! این تمیزم بود کثیفش کرد. بخور. بابا چی؟ بخور. بخور. میگم گل بده دارم اینو پاداشو نکن. میخواست بچه جرزنی کنه قبول نکردی. جرزنی نکردم. برو. وایسا اگه فکر نکنید که آبشو عوض کردیم همونه. دقیقا همونه. نگاه همون رنگه. این عدسه منم داره. بابا حالمونو بند بخور دیگه. خیلی ناز میکنه. بیا کن دستتو بردار. میخواد عدسه کنه توف کن. نه نکن. خوشمزه است. بخور قورت بده. نمیمیری که. قورت بده. آروغ بزن آروغ. چه مزه بود. تلخ بود. تلخ بود. گل چه مزه میده. میده. ها؟ آب بخور. از تو اون نه آب اینجا. نمیخوام. دو تا عدسه بیشتر. هیچ کس هم دیگه اعتماد نداره. ولم کنین دیگه خوردم دیگه برو. دارین میخورین میریزین میپاشین اینجا چی خوردین؟ بیا ببینم به من چه؟ برداری داره مجازات فلفلی. چی خودت نیستی؟ اصل کاری تویی باید جگرمون یخیخانی بشه. تو هم هستی دیگه پکه دوتا مونده. هرچی تو انتخاب کنی دیگه مجازات نیلو هم مشخص کردی. بردار ولی باز نکن میخوایم سورپرایز بشیم. چیه؟ کاغذ بچه بیان که جگرمون یخیخانی داره میشه. مجازات ملیس شد باید کاغذ بخوریم. نه دیگه کاغذ زیاد سیر نمیشی. سیر نمیشی. کاغذ یعنی یه کاغذ یعنی یه برگه. نگاه وایسید یه لحظه ساکت. کامنت ها بگین ملیس متقلب. خودت چرا که آب جلو گلدون همه بیا آب گلدون رو بدم. کامل نگفتی آب گلدون رو بخور. منم نگفتم. گفتم کاغذ. خب بخور قورت بده ولی قورت بده. مسئولیت متقلب من از من به ایشون واگذار شد. احتمال کاغذیه نرمه. قورت بده. بخور مثل آدم جوهر داره سمیه. قورت دادی؟ قورت دادی؟ خوشمزه بود؟ کردم سمی بود. قورت دادی؟ نخور توف کن دست کن تو گلوت بیاری بالا. نه حالا اولش خود میگفتی برو. من پشیمان شدم فکر نمی‌کردم بخوری. اولش خود میگفتی برو. فکر نمی‌کردم بخوری. یکم مفیه. البته یه دونه بیشتر نیست. قصر در رفتی دیگه. چی؟ خوردم دیگه. ملیس متقلب. نیلو هم متقلب جلو میدونم میخواد تقلب کنه. ببینم حالا ببینیم چیه. نیلو درست کاره. واگیر از محسن. خانا تو کوتاه کن. خانا خیلی بلند نیست. فکر کنم میخواستیم رو من بیفته اینا. خونه تو بس ته بزن که خون بیاد. کاش این بود. نگاه حالا من عوضش گذاشته کنی. بودم مثل فاطمه. یه لحظه اجازه بدید یه لحظه. میخوای شکنجه بدی؟ ناخوناشو بکشین. گفتم حتما فاطمه برمی‌داره. نه خب اینم شکست. بله عوض کنیم. دیگه این انجام داد. من میخوام اگه ناخون دارچین میخوای بگیریم. شکون دیگه نگاه. باشو گذاشتی رو دستم. جست چشه. کار برو تو که بلند نیستی. کارما خورکش سرجو میکنه. چیکار میکنی تو؟ میرم تو بالکن. بشین سر جا. با داداشم بیا. درست رفتار کنید. مراسم ناخونگیری. از ته بزن شماره اون یکی چشمم خورش کردین باید تو سریال سی بازی کنه. میشم کنده توت کنی لبت توت کن. بچه ها نگاه کنید. ترتر بگیر. این داره هنوز.
میگم با ناخونگیر دارچین بگی بهتره. خب بچه ها به نظرتون کدومشون مجازاتشون بدتر بود؟ تو کامنت ها بگین. این داغونه نمیبینید چی؟ ناخونه تو بگو از تو چشمم بیاد بیرون. چشش پر فلفل و ناخون. تو چی بود مجازاتت؟ معدم کاغذه داره چیزی. بچه ها ویدیو رو حتما همین رو لایک کنین. منم اینا رو دارم تغذیه میکنم جگرشون یخ یخ داغ داغانی بشه. پیتزا داغ سفارش دادم. مرسی که ویدیو رو تا آخر دیدین. همه تو کامنت ها بگید محسن متزخم یعنی زخم شد با اینا. دیگه مجازات زیادی شد. تا ویدیو بعدی خداحافظ.